احتمالاً این جمله رو زیاد شنیدین که مصرف روزانه 8 لیوان آب برای بدن ما ضروریه، ولی نه آب خالی یا همون آب شیر. امروز قراره توی این ویدیو براتون بگم که چه آبی رو مصرف کنین بهتره. با من همراه باشین. سلام، مریم، مربی فیتنس و بدنسازی و میخوام که هر آنچه که توی این چند سال یاد گرفتم رو بهت بگم تا با آگاهی و علم بیشتر هم بتونی ورزش کنی و هم رژیم بگیری. ممنون میشم که منو حمایت کنین و کانال منو سابسکرایب کنین. مرسی. خب همتون میدونین که آب بهترین نوشیدنی هستش، ولی نه آب خالی یا همون آب شیر. آبی که شامل املاح مگنیزیم، پتاسیم، کلر و سدیم باشه برای بدن ما مفیده. مصرف آب سبب افزایش سوخت و ساز بدن و متابولیسم میشه و با ارسال پیام‌هایی به مغز باعث میشه که فرمان سیری به معده صادر بشه. پس بنابراین ما احساس سیری میکنیم و میل به غذامون کمتر میشه. آب در تنظیم دمای بدن، فشار خون و بهبود عملکرد سیستم قلبی عروقی ما خیلی موثره و همچنین در حین تمرین باعث کاهش خستگی میشه. مقدار خوردن آب معمولاً به رنگ ادرار ما بستگی داره، ولی به طور معمول در آقایون 3 لیتر و در خانم‌ها 2 لیتر هستش که البته این مقدار در حین تمرین افزایش پیدا میکنه. پس تا اینجا فهمیدیم که آب خالی به درد بدن ما نمیخوره. حالا چرا؟ ما معمولاً آبی رو که مصرف میکنیم بین نیم ساعت تا 1 ساعت بعد از بدن ما خارج میشه. آب شیر به خاطر تصفیه زیادی که روش انجام میشه تا تمیز و شفاف بشه به دست ما برسه، اون املاحش رو از دست میده، ولی آب معدنی همچنان اون املاح رو داره. پس بهتره که ما از آب معدنی استفاده کنیم تا بتونیم اون مواد مفید رو به بدنمون برسونیم. اون سردرد و خستگی که همیشه ما داریم به خاطر اینه که اون املاحی که بدن ما احتیاج داشته ما با خوردن آب نادرست بهش نرسوندیم. پس بهتره زمانی که توی این حالت هستیم اون آبی رو استفاده کنیم که این املاح توش هستش. حالا ممکنه همیشه ما دسترسی به آب معدنی نداشته باشیم. شما میتونین همون آب شیر رو مقدار کمی نمک، دقت کنین، مقدار کمی نمک بهش اضافه کنین در حدی که طعم آب عوض نشه، یا اینکه از داروخانه قرص جوشان یا پودر الکترولایت بگیریم و داخل آب بریزیم. این پودرها شامل منیزیم، سدیم، پتاسیم، فسفات و کلسیم هستش و تماما برای بدن ما مفیده. در آخر باید اضافه کنم که ریختن الکترولایت در آب باعث میشه که آب دیرتر از بدن شما خارج بشه و اون تعداد دفعات دستشویی رفتن که همه ازش شکایت میکنن با خوردن آب زیاد کمتر بشه. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. مرسی.